بریم این شاهنامه خوانی فاجعه رو ببینیم. گلوی سیاوش به خنجر برید. فکر میکنم گلو قابلیتی که شما میگی رو نداشته باشه. گلوی سیاوش به خنجر برید اون شخص. که آمد بر تو سرآید زمان. گه آمد که بر تو سرآید زمان. بزه کن بنه پیش من با دو تیر. بزه کن بنه پیش من. چو رستم چنان دید به فراخت دست. چو رستم چنان دید بفراخت دست. چه میکنه فردوسی؟ در واقع چه میکنی شما؟ بیاید اجازه ندیم هر کی از راه میرسه نخونده و ندیده و نشنیده و ندونسته بخواد اینجوری تجاوز کنه به ادبیاتمون، به فرهنگمون، به میراثمون و حتی به شعورمون. در واقع من و شماییم که نباید این اجازه رو بهشون بدیم. تا میتونین این ویدیو رو نشر بدین.